به نام خدا، آذر رضا صفت هستم، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور شهر رشت. یکی از تجهیزات پزشکی که نحوه کار با اون برای کار درمان به خصوص پرستاران لازم و ضروری هستش دستگاه ونتیلاتوره. ما در این سری فیلم‌های آموزشی که در 3 قسمت تهیه شده شما رو با دستگاه ونتیلاتور و نحوه کار با اون آشنا می‌کنیم. قسمت اول در ارتباط با مکانیزم کار تنفس در دستگاه ونتیلاتور، شناخت انواع مدها و منحنی‌های تنفسی هست که این بخش رو جناب آقای دکتر سادات منصوری برای شما توضیح خواهند داد. قسمت دوم در ارتباط با دکمه‌ها و پارامترهای موجود در دستگاه ونتیلاتور هستش. این بخش رو من در خدمت شما هستم. قسمت سوم در ارتباط با نحوه تنظیم پارامترها بر روی دستگاه ونتیلاتور هست که این بخش رو جناب آقای دکتر سادات منصوری فوق تخصصی ریه کودکان برای شما توضیح خواهند داد.